سلام دوستای خوشمزه من دلسان. امروز میخوایم یه مرغ استخاری پولی خوشمزه رو واسهتون بریم دیگه. بریم تا آخرم بزن. قول میدم تو این ماجرا هیچ مرغ آسیب نبینه، فقط خوشمزه بشه. بریم. قد مورد نیاز: مرغ، ادویه، پیاز و سیب زمینی، فلفل دلمه و هویج. بریم. قنا ادویه‌مون همش میزنیم، مرغمون رو میاریم و حسابی مزه دارش میکنیم. کردیم یه مایتابه میاریم، مسعود یکم چرش میکنیم. حالا پیاز و سیب زمینی رو میچینیم کف مایتابه. تزیینش میکنیم. حالا اضافه روغن رو میپاشیم روش. حالا میگیم که مرغمون رو بذاریم تو فرن. آماده کردیم، حالا مرغ میخوایم بذاریم توش. حالا منتظر میمونیم تا مرغمون آماده بشه. دادم سلام، میخوایم بریم مگه مرغمون آماده شد یا نه؟ بریم. چون که فرداقه از بزرگتراتون بخواهم بیام کمکتون. اینم از غذای خوشمزه ما. تستش کنیم. خوشمزه است. بچه اگه خوشتون اومد یه لایک برامون بزنید و پیجمون رو دنبال کنید. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.